نمیدونه روی کدوم شاخه باید بمونه. بله اگه برگرده پیشش که دیگه بر نمیگرده. با این عشقای کشککی این روزا همش دروغ و همش الکی و دوست دارماتو باور کنم مثل امضای قرمز رنگ ته نامه ها نوشتی با خونم امضا کردم طعم آب انار میده. چیو باور کنی؟ یه سری مطالب هست آدم به راحتی ازش ولشون خوندمش جلو سرتم زیاد کوتاه میکنی بهت نمیاد. کجا بود؟ داشتم میگفتم عشقایی که میان یه سری واژه ها هست صورت مسئله که نمیتونیم پاک کنیم و حلش کنیم. یه شبی مثل شب ولنتاین Are you okay? Yes of course. که تعابیر مختلفی پشتش هست که یکی میگفت شب ولنتاین یعنی آدم تو یه شب خاصی میره کادو میخره واسه همسر آینده یه نفر دیگه. یه کار مسخره کرد. یا اینکه میگفت ولنتاین یعنی یه خرس کوچولو بخری واسه یه خرس گنده. هی گیر دادیم این مسائل. عشق عاشقی دو تا دختر تو پیاده رو دارن میرن یکیشون میخوره زمین عکس العمل دوستشو ببین تا دو تا پسر همچی میخوره زمین عکس العمل دوستشو الهی ببینم نرگس چی شد خوبی تو حمایتش میکنه. وقت دو تا پسر دارن با هم میرن یکیشون میخوره زمین عکس العمل دوستشو ببین اوه شاسکول خاک تو سر الاغت کنم آبرومو چقدر فهم میکنه من بگم دیگه بله بابا شالا وقت نیست. آقای امیر احمدی یه جوک باحال برام تعریف کرد پشت صحنه براتون بگم. میگفت مسابقات مهارت شمشیرزنی بود در سطح بین الملل در کشور نروژ. مگسی رو رها میکردن توی اتاق اون شمشیرزن حرفه‌ای باید با شمشیرش مگس رو هوا میزد. اولی از هلند رفت توی اتاق مگس رو ول کردن زار زد مگس رو 2 نیم کرد انداخت زمین همه کف زدن مهارت رو. بعدی از ژاپن رفت سایانارا تا شکنن کشیده شمشیر رو کشید مگس رو ول کردن زار زد یه بال مگس رو انداخت. گفتن این دیگه کیه مگه کسی میاد رو دست مهارت این. بعدی از ایران وارد اتاق شد گفت ولش کنه مگس رو ول کردن 45 دقیقه دنبال این مگس دوید. آخر سرم خیلی شانسی ضرب زد مگس تالاب افتاد وسط اتاق هی دور خودش چرخید. آخرم پرواز کرد رفت. بهش گفتم مرد حسابی تو با این مگس کاری نکردی که. گفت این دیگه تا آخر عمرش بچه دار نمیشه. میگفت چینیه رفت بالای یه کوه داد زد که این پژواک صدا بهش برگرده وایساد ندایی از کوه اومد بی شرف خیلی سخت بود. دوباره تکرار. بسیار متشکرم. این قطعه رو خوندم از زنده یاد فرهاد خواننده خوب کشورمون فرهاد مهراد میشناسین دیگه. فرهاد باور بفرمایید در زندگیم تا حالا این همه آدم بیحال و یه جا ندیده بودم. سعادتی بود. این برفه که اومد چندی قبل این زمستون امسال منو یاد آهنگ گنجشکک هشی مشی مینداخت. از این خواهد چقدر این آهنگ تشنگ و دلچسب. گنجشکک مشین مشین لب بوم ما مشین بارون میاد برش میاد میفتی تو حوزه نقاشی گنجشکک مشین مشین. یاد فرهاد رو از شد یادش کرد.